با عرض سلام وقت بخیر به همراهان و دنبال کننده‌های کانال سیزک. خیلی خوش برگشتیم به کانال خودتون. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم و توی این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطوری میتونید نویز صدا یا حالا نویز ویدیوهاتون رو به صورت کاملا رایگان و با گوشی بگیرید و یه صدای با کیفیت تر بدون صداهای اضافی داشته باشید. خب دوستان، الان من وارد برنامه شدم. بعد اینکه وارد برنامه شدید یه دونه تبلیغ واسهتون میاره که اشتراک پریمیوم رو دریافت کنید. من اینو رد میکنم، یعنی ما چندین سالی که داریم با همین نسخه رایگانش کار میکنیم و ازش راضی هستیم. نیاز نیست شما هزینه پرداخت بکنید و اشتراک پریمیومش رو بگیرید. بعد اینکه وارد برنامه بشید اینجا یه دونه همچین صفحه رو واسهتون میاره. این برای ورژن پروشه که با این قسمت کلا کاری نداریم، اینو بیخیال میشید. با دو تا قسمت کار داریم، یکیش ایمپورت فایل، یکیش هم سیوشه یعنی ذخیرش. شما این گزینه رو روش کلیک میکنید تا فایلتون رو وارد برنامه بکنید. برنامه هم دوستان آفلاینه و نیاز به اینترنت هم ندارید. شما فقط توی یه قسمت نیاز به اینترنت هست که اونم در ادامه بهتون میگم. ایمپورت رو روش کلیک میکنیم، میاره که نوع فایلتون رو انتخاب کنید. اگه صوتی باشه این گزینه اولی رو انتخاب میکنید، اگه ویدیو باشه گزینه دوم رو انتخاب میکنید. حالا من یه دونه فایل صوتی به برنامه بدم، برگردم ادامهش رو توضیح بدم. خب دوستان، من الان فایل صوتیم رو وارد برنامه کردم. منتظر میمونین تا این کاراش رو انجام بده. تا این 100 بشه واسهتون میاره که به مرحله بعدی رفتید. بعد اینکه به مرحله بعدی رفتید شما باید فایلتون رو سیو بکنید. اون فایلی که نویزش گرفته شده رو سیو بکنید. برای سیو کردن فایل شما باید تبلیغ ببینید توی برنامه. نتتون رو روشن میکنید، VPN رو خاموش میکنید. با VPN خاموش اگه از برنامه استفاده بکنید تبلیغات رو بهتون نمایش نخواهد داد و تبلیغ رو شما تماشا نمیکنید، فقط 19 ثانیه منتظر میمونید. بعد اون میتونید ویدیو رو یا حالا صدا رو سیو بکنید. من منتظر میمونم این تایمش تموم بشه. خب دوستان، بعد اینکه کاراشو انجام داد این پیام رو واسهتون میاره و شما روی گزینه اوکی کلیک میکنید. بدون تبلیغ واسهتون نمایش میده، اون تبلیغ رو رد میکنید. حالا من چون VPN ام روشنه تبلیغات رو واسم نمیشه. من یه دونه آهنگ انتخاب کرده بودم، یه دونه موسیقی بود. الان اگه بخواید مثلا ببینید که چه تغییری توی اون کار انجام داده، یکیش پلی اورجینال نوشته واسهتون، یعنی اون صدای اصلی که شما به برنامه اضافه کردین رو اونو پلی میکنه. یکیش هم این گزینه هست که اگه این گزینه رو بزنید اون نویز و صداهای اضافی که توی اون ویدیو یا حالا توی اون فایل صدای شما بود رو میگیره و اون رو پلی میکنه. که ازش راضی باشید میتونید این گزینه سیو رو روش کلیک بکنید. اگر روی گزینه سیو کلیک بکنید میاره که با چه فرمتی میخواید اینو سیو کنید. شما اینجا MP3 یا حالا این فرمت های دیگر رو روش کلیک میکنید و اونطوری فایلتون رو سیو میکنید. اگه ویدیو هم باشه فرمت های ویدیویی رو اینجا واسهتون میاره. البته دوستان دقت داشته باشین که حالا من چون این تایم رو زیاد کردم واسه همون برای من نیاورد که تبلیغ تماشا کن. به ازای هر 5 دقیقه شما باید یه دونه تبلیغ توی برنامه مشاهده بکنید تا بتونید نویز اون صدا یا حالا اون نویز اون ویدیوتون رو بگیرید. مثلا اگه بخواید یه دونه ویدیوی 10 دقیقه‌ای توی برنامه نویز گیری بکنید باید 2 تا تبلیغ ببینید. هر تبلیغ 5 دقیقه بهتون امتیاز میده. 2 تا تبلیغ میبینید و بعد اون فایلتون رو میتونید سیو بکنید. حالا من این MP3 رو روش کلیک میکنم، منتظر میمونید. خب الان فایل رو سیو کرد، مسیرش هم واسم آورد که توی کدوم فولدر با چه اسمی این فایل رو سیو. آموزش حذف نویز صدا و ویدیو. امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو برده باشین. برنامه‌ای که استفاده کردیم دوستان این برنامه هست که شما میتونید از گوگل پلی به صورت رایگان دانلودش بکنید. اما من لینک دانلودش رو توی دسکریپشن همین ویدیو هم واسهتون قرار میدم. میتونید از طریق اون لینک برنامه رو دانلود بکنید. اگه اون نسخه‌ای که ما واسهتون قرار دادیم کار نکرد میتونید از گوگل پلی نسخه سازگار با گوشی خودتون رو دانلود و استفاده کنید. برای اینکه این برنامه رو توی گوگل پلی پیدا بکنید وارد گوگل پلیتون میشید، این قسمت رو میزنید و اینجا این کلمه رو تایپ میکنید. خب اینجا پیشنهاد اول رو روش کلیک میکنیم. خب اینجا لیست برنامه ها رو واسهتون میاره. ما توی این ویدیو از این برنامه استفاده کردیم که تست شده توسط خودمونه. حالا فکر کنم از آخرین نسخه‌اش هم استفاده نمی‌کنیم. آره. همچنین میتونید از این 2 تا ویدیویی که الان توی صفحه براتون نمایش داده شده هم استفاده کنید و به عنوان ویدیوی بعدی یکی از این 2 تا ویدیو رو تماشا کنید. امیدوارم از آموزش لذت کافی رو برده باشین. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.